حامل القرآن قد خصك الرحمن. مد اللین. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درس امروزه مد اللین. سوال: حرف های مد لین کدام هایند؟ جواب: حرف های مد لین دو تا می باشند، حرف واو و حرف یای. سوال: مد لین مقدار چند حرکت کشیده خوانده می شود؟ جواب: مد لین مقدار 2، 4 یا 6 حرکت کشیده خوانده می شود. سوال: کدام وقت مد لین می شود؟ جواب: هر وقتی که حرف واو و حرف یای در کلمه ما قبل یعنی حرف پیش از آخر بوده با سکون آیند و پیش از این حرف ها حرف با فتحه آید و بعد از این کلمه ما بایستیم مد لین می شود. مثال: قریش، صیف، خوف، موت. اگر ما بعد از این کلمه ها نایستیم آیت را پیوست کرده خوانیم مد لین نمی شود و این حرف ها را یک مرتبه می خوانیم. مثال: لإیلاف قریش ایلافهم. ببینید قریشین، من حرف یای را یک مرتبه خواندم، فقط در وقت ایستادن این حرف یای را کشیده می خوانیم. قریش. سوال: فرقیت مد لین از دیگر مدها در چیست؟ جواب: فرقیت در آن است که در مد لین ما حرف را کشیده می خوانیم، یا حرف واو را یا حرف یای را، و در دیگر مدها باشد ما حرکت را می کشیم، حرکت ا یا حرکت ای یا حرکت او را. این از فرقیت بین مد لین و دیگر مدها. یا حامل القرآن. اکنون از قرآن کریم به شما مثال ها می آریم. مثال ها را گوش کرده تکرار بکنید. لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یک چیز را فراموش نکنید که تلاوت بهترین این است که همه آیت ها را یک خیل کشیده خوانیم. اگر آیت یکم را 2 حرکت کشیدیم آیت های بعدی را هم 2 حرکت، و اگر آیت یکم را 4 حرکت یا 6 حرکت کشیدیم آیت های بعدی را نیز 4 یا 6 حرکت کشیده می خوانیم. سوال: آیا مد لین در بین آیت ها هم آمدنش ممکن است؟ جواب: بله، مد لین در بین آیت ها هم آمدنش ممکن است، به شرطی که بعد از این کلمه ما وقف کنیم یعنی بایستیم. مثال این را ما در آیت الکرسی دیده می براییم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ببینید در کلمه نوم که حرف واو ما قبل است و با سکون آمده است مد لین می باشد و در حالت ایستادن وقف کردن ما واو را کشیده خواندیم. نوم، نوم. سوال ها برای سنجش: حرف های مد لین کدام هایند؟ مد لین مقدار چند حرکت کشیده خوانده می شود؟ کدام وقت مد لین می شود؟ فرق بین مد لین و دیگر مدها در چیست؟ با همین درس امروزه را به انجام می رسانیم. منتظر درس های آینده باشید. اگر سوالی داشته باشید در زیر نوار بنویسید. امکان پیدا کردیم به سوال های شما جواب می دهیم.
و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.